به نام خداوند یکتا. سلام به همه همراهان عزیز. امید است که لباس عافیت به تن داشته باشین. من دکتر صادق پریانی هستم. سوالی که این روزها از ما بیشتر می شود خواستم که مورد بررسی بگیریم. یک سوالی که از ما خیلی زیاد می شود: چرا وقتی که دندان ما تخریب شده گوش ما را درد می گیره؟ چی عامل است که گویا که دندان ما در گوش ما است؟ تا بعضیشان بپرسن. ما میخوایم توضیح بدم. امید است که شما هم بیننده باشین تا آخر. ارتباط گوش با دندان از دو طریق صورت میگیره. یکی ریفرد پایند است و دومیش تمپورال ماندیبولار جاین است. تمپورال ماندیبولار جاین کام قسمت است؟ این قسمت است. این کلچنگکی که من به خودم اینجا نشان میدم، کلچنگکی که این قسمت تمپورال یا یعنی از استخوان تمپورال است. این استخوان در بغلی شقیقه است و این قسمت هم ماندیبولاس، استخوان ماندیبولاس، یعنی کلچنگک. و این قسمت یک جاین وجود داره. جاین یا همون وصل که میشه، تو چنگک است که با هم دیگه وصل میشه. این دو قسمت که است با گوش ارتباط داره. با گوش ارتباط بسیار نزدیک داره که اما دردم که است، اصلی درد از همون شروع میشه. ریفرد پوینت که است یک قسمت بسیار کوچک است و از قسمت بسیار عمده عصب پنجم یا عصب تراژیمینال که 3 شاخه میده. این قسمت 3 شاخه میده. تراژیمینال یک شاخش به نام افتالمیک نرو است که این قسمت ها اروا میکنه. مگزیلا نرو است، این قسمت های مگزیلا یا این دندان های بالا را اروا میکنه که و این قسمت هم ماندیبولار نرو است که این قسمت این دندان های علاشگی پایین مربوطش میشه که اروا میکنه. چگونه اشتباه رخ میده؟ زمانی که یک دندان تحت عفونت آبسه باشه، زیاد آبسه ها که یک قسمت حتی از وجود کاملا قسمت از دهن حتی میتونه که تخریب جدی کنه. مثلا یک درد خیلی زیاد می داشته باشه. ما حتی مراجعینی داریم که نزد ما مراجعه میکنن، ما همین دندانش که میبینیم حتی خودش تشخیص داده نمیدونه کدامش درد میکنه. ما میفهمیم کدامش درد میکنه. اکثرا با اکسره یا با قره میبینیمش، دندانشان را تشخیص میدیم. عوامل ایجاد کننده درد به گوش: یکی عاملی است که دندان قروچه یا دندان خواهی. وقتی اگر ما و شما میلیم یک تست اگر شما میتونین انجام بدین، دندان ها را با همدیگه بساین، مثل ازی که دندان خواهی میگن بعضی یاد خواب دی. اگر ما شما میکاره کنیم سبب میشه که مفصل ما زیاد تکان بخوره، از قسمت زیاد تکان بخوره، سبب میشه گوش آسیب. زمانی که ناهماهنگی داشته باشه دندان، به خصوص دندان های آسیاب سری همدیگه نشینه، سبب میشه که دندان به درستی بسته نشه، مفصل زیادتر تکان بخوره و زیادتر عکس العمل نشان بده و سبب شود که درد گوش به وجود بیاید. دندان های عقل، دندان های عقل به خصوص دندان هایی که به امپکت می باشه یا که دندان هایی است که اصلا کج است به اصطلاح عامیانه بگویم، این دندان ها سبب میشه که درد گوش به وجود بیاید و سبب میشه که گوش ما. چگونه ما بفهمیم که این درد از دندان است یا درد واقعا از گوش است؟ میبینیم که تغییرات به حرکات علاشه ماست یا علاشه پایین ما زیاد حرکت میکنه، سر و صدا میکنه، صدای تق تق میکنه و صدای گوناگون را میکشه مثلا از علاشه. حتما به این بفهمین که مربوط به دندان میشه. قسمت از علاشه شما درد احساس میکنین و گوشتان هم درد میکنه، این بفهمین که او زمان هم درد از دندان است. حالت شنوایی گوش خوب است یا هم گوش کدام مشکل شدیدی نداره، این بفهمین که حتما از دندان است که درد آیا از گوش است یا از دندان. بابت ازی ما باید به دندان پزشک مراجعه کنیم و
قوا تشخیص کنن.